خب دوستان عزیز، حال میایم در قسمت پریمیز. ببینید دوستان عزیز، اولین وظایفش تقریبا 12 و 30 و چند دقیقه است که در اینجا آمده که درباره ایژوکیشن است. یعنی ای در ای ام آمده، یعنی از 12 به همون 12 و 30 و چند شب است که به شما نشان میده. و همچنان در اینجا ببینید که ما بعض وظایف در شب دیگه ثبت کردیم که هم به شما ثبوت باشد که 3-4 وظیفه است. و شما تاریخ، دوستان عزیز، شما ببینید که تاریخ چند است. تاریخ به شما نشان میده در بالا که تاریخ چند است. در 21 است که به شما نشان میده. و این چند وظیفه دیگه که از در تاریخ تقریبا 19 است که به شما نشان میده. یعنی این به شما ثبوت است که در این وقت میآید. دوستان عزیز، شما صحیح تعقیب کنید، میآید وظایفشان. تشکر.